کتاب فریدون 3 پسر داشت. نوشته عباس معروفی. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. وقتی در هواپیما بودم یاد خمینی افتادم. همیشه برای من عجیب بود و نمیتوانستم بفهمم که چطور یک آدمی بعد از 15 سال وقتی دارد به مملکت برمیگردد جواب خبرنگاری که میپرسد چه احساسی دارید جواب بدهد هیچ. معلوم بود که من هم به سادگی وارد مملکت نمیشوم. فرش قرمز جلوی پام پهن نمی کنند. در میان شور و هلهله استقبال کنندگان وارد شهر نمی شوم و کسی در فرودگاه منتظرم نیست. احساس می کردم که چند روزی توی دست و بال مهدوی و دار و دستش چلانده می شوم. اما بعد از سالها که از سازمان بیرون بودم مگر اطلاعات سوخته من به چه دردشان می خورد؟ فوقش کمی سختی می کشیدم و بالاخره تمام می شد. از سالن ترانزیت تلفن می زدم. مامان می آمد دنبالم. بهش می گفتم اگر نتوانم تحمل کنم بر می گردم. این را گفته باشم هر کاری خواستی بکن ولی من مبلینا رو برات جور کردم. تا ببینیم. مهدوی برگشت و به مجید خیره شد. چی رو ببینی؟ مجید تا بناگوش سرخ شده بود و حالا دقیقاً شکل قورباغه‌ای را داشت که آمده روی یک تخت سنگ گلویش را باد کرده که چیزی بگوید، اما غمباد چنان فشاری به چشمهاش آورده که اگر عینک نباشد چشمهای ریزش در ورم فزاینده محو خواهد شد. مهدوی این بار لبخند زد و دوباره سوالش را تکرار کرد. مجید آرام پلک زد که بتواند بر خودش مسلط شود. لحظه‌ای خیره ماند. مردد بود. تند یک تف زد و مالید. نفس راحتی کشید و گفت واقعا تصمیم گرفتم برگردم مملکتم، سر خونه و زندگیم. میدونید من توی این غربت خانوادم پاشید، زنم از دستم رفت، دخترم از دستم رفت، رفیق جانجانیم عبدالناصر توی خانه من تمام کرد. یعنی وقتی بردیمش بیمارستان 24 ساعت. مهدوی گفت حرف حساب این ناصری چی بود؟ ننه بن غریبم را انداخته بود، اصلا تیری بهش نخورده بود. به هر حال قطع النخاع شده بود. بی خودی ترسیده بود و مثلا این که از جای افتاده بود. خندید و مشتی پسته در دستهای مجید ریخت. اهل آبجو و اینجور چیزا که نیستی؟ من نوشابه الکلی نمیتونم بخورم. چرا؟ قاطی میکنم. و دوباره جعبه قرص‌هایش را از جیب در آورد و نشان داد. بالاخره نگفتی چی شد که این همه سال توی آسایشگاه موندگار شدی؟ مگه معالجه نمی‌کنن؟ نمیدانم، هرچه به تو نزدیک میشدم بیشتر یادت میافتادم. مثل بقیه برادرها قد بلند نبودی، ریزه و فرز با عینکی دور طلایی که اگر آن را به چشم نداشتی دستها دنبال چیزی میگشت تا عینک را پیدا کند و به چشم بگذارد. آن وقت لبخند میزدی که چالی در طرف چپ صورتت میافتاد. لباس روشن میپوشیدی، پیپ میکشیدی و مدام شعرهای شاملو را میخواندی. دلم میخواست چشمهام را ببندم و توی همان حال بمانم. وقتی از پنجره جاده را میدیدم باور میکردم فاصله ما جدی است. میترسیدم در حسرت بوی خاک تو بمیرم، اما به کیلومتر شمار که چشم میانداختم میفهمیدم راننده مرسدس بنز دارد همه تلاشش را میکند تا جاده را یک جا ببلعد و فرو دهد. هوا طوفانی بود. درخت‌های بلند دو طرف جاده پیچ و تاب می‌خوردند و سرخم می‌کردند. انگار نیروی مرموز تلاش می‌کرد آنها را از ریشه بیرون بکشد. صدای طوفان در موتور مرسدس بنز می‌پیچید و خاک می‌دوید، همراه با کاغذ پاره و قوطی حلبی و شاخه شکسته. مهدوی به راننده گفت سرعتتو کم کن. طوفان در هر سرزمینی معنای خاصی دارد. من طوفان‌های زیادی دیدم.
جایی زندگی می کردم که بر اثر طوفان درختها با سر در خاک فرو رفته بودند و ریشه هاشان در باد تکان می خورد. جایی که شیروانی خانه ها کنده شده بود و به نظر می آمد خانه ها سر ندارند. اما وقتی در آن جاده هوای طوفانی را می دیدم بند دلم پاره می شد و نگرانم می کرد. می ترسیدم هیچ وقت نتوانم بوی تو را به مشام بکشم. می بینی؟ مثل ستاره پخشمان کردند توی این صفحه سیاه که هر کداممان جایی برای خودمان سوسو بزنیم که مثلا هستیم، اما نمیدانیم در کدام منظومه میچرخیم، برای چی میچرخیم و چقدر میچرخیم. به قول عبدالناصر آخرش همه من به خودمان بدهکار میشویم. وقتی فکرش را میکنم که اصلا برای چه کارمان به تبعید و آوارگی کشید، به اینجا میرسم که خب جانمان را نجات دادیم. ولی اگر کسی از من بپرسد که در فعالیت هامان دنبال چه میگشتیم، جوابی براش ندارم. همیشه منتظر بودیم اتفاقی در داخل بیفتد تا ما خودمان را سر زبانها بیندازیم و یک جوری خودمان را با آن اتفاق وصل کنیم. حتی آن اوایل با چند تا از رفقا تصمیم داشتیم مافیای پرقدرتی راه بیندازیم که هر کس از ایران آمد بیاید زیر پرچم ما. همان ماجرای بانک اطلاعاتی و بایکوت و مرعوب کردن افراد نامیزان که نگرفت. همه مبارزات ما از اول به خاطر مردم و خلق و ملت بود. بعدها یادمان رفت و هیچ وقت به این فکر نکردیم که آنها چه بلایی سرشان آمد. زیر گرانی، زیر بمباران و لای دود جنگ، زیر فشار تبلیغات آخوندها که مملکت را به ورشکستگی کشاندند و چند میلیون آدم را آواره کردند. اصلا یاد آنها نبودیم. داشتیم خودمان را اثبات می کردیم و برای اثبات خود هر کاری می کردیم. اما نپرسیدیم خب بعدش چه می شود؟ هیچ. بعد از اینکه تو را اعدام کردند، ما سه برادر آنقدر به فعالیت‌های سیاسیمان ادامه دادیم که از همدیگر نفرت پیدا کردیم. ما واقعا آدم نبودیم ایرج. در رنده‌هایی بودیم که تا مغز استخوان‌هامان کینه‌ای شتری رسوب کرده بود و ادای آدم را در می آوردیم. پیشوای من استالین بود. سعید بدبخت مسعود رجوی را بت کرده بود و اسد غلام حلقه به گوش خمینی بود و حالا تمام و کمال شده بود نوکر خامنه‌ای. خجالت آور است وقتی به روزهای بعد از انقلاب فکر می کنم که عکس اعدام شدگان را به دیوار اتاقمان می چسباندیم و با احساسی پر از رضایت می خوابیدیم. خجالت می کشم. ما برای اعدام سران رژیم سابق هورا می کشیدیم و همین شد الگویی که بعدها بی محاکمه دسته دسته اعدام کردند. حالا هم نمیدانیم که آن اولیها سران رژیم شاه واقعا گناهکار بودند یا نه، محاکمه شده بودند یا نه. ناصر گفت الاغ تو باید بفهمی که اعدام اصلا کار خلافی است. تو چه کار به محاکمه و گناه داری؟ یعنی تو معتقدی که حالا اگر دری به تخته خورد و قدرت به دست اپوزیسیون افتاد نباید این آخوندهای ناکس رو به تیر چراغ برق آویزون کرد؟ اولا کدوم اپوزیسیون؟ ثانیاً تیر چراغ برق رو برای روشنایی شهر ساختن، نه برای آویزون کردن گناهکارا. ثالثاً چرا اعدام؟ پس تو چه فرقی با لاجوردی جلاد داری؟ گندشو در آوردید، همه تان سر و ته کرباسید. و ویلچیرش را برد کنار پنجره و دیگر به بحث ادامه نداد. خیابان را تماشا می کرد. تو در عکس نیستی. مامان چشم راستش را کمی تنگ کرده و سرش را به عقب برده است. انسی زور زده که لبش غنچه بماند، اما خنده‌اش مثل دلغک هاست. آن روزها هنوز جانورش را نزاییده بود. لباس حاملگی به تن داشت، بالاتنه کوتاه و آبی. پدر هم وسطشان نشسته بود و میخندید. یک رج دندانهای سفیدش پیدا بود با دو گونه برآمده و چهره توپر، به قول مامان صورت بازاری. خنده‌اش شکفته است، موهای جوگندمیش تاب میخورد و چشمهای درشتش را به دوربین دوخته است.
با پاهایی از هم گشوده که نشان دهد هر جور دلش بخواهد میتواند بنشیند. یک پاش را این سر آن باغ و خانه درندشت بگذارد و پای دیگرش را در کمپانی BF گودریچ. حتی میتواند با سرانگشت تلنگری به من بزند که مثل حشره پرتم کند به اعماق دره‌ها، یا توی دهن انسی بکوبد که خون بپاشد به دیوار. درست بالای کلید برق که هر وقت می آمدیم برق سالن پذیرایی را روشن کنیم لکه ها هنوز بود. پدر می توانست برخلاف فریدون شاهنامه که به رسم شاهان باستانی لباس شاهانه می پوشید، کت و شلوار تمیز اتو خورده بپوشد، کفش ورنی بپا کند، با پیراهنی سفید که پر از اسب‌های دریایی کوچولوست. اگر هم به ندرت کراوات میزد آدم خیال میکرد صورتش ورم کرده، انگار دارند خفش میکنند. تو گفتی نگاه کن انگار دارن خفش میکنند. پدر تو رو به خدا کراواتتو باز کن، مردم دارن انقلاب میکنن. به کار من دخالت نکن بچه. از توی دوربین بزرگترین چیزی که میبینم صورت شماست. ما همه زدیم زیر خنده و تو گرفتی. من برگشتم دستی به کراوات پدر کشیدم. زد روی دستم. نکن بچه. مرد هم که شدیم به ما میگفت بچه. حتی وقتی از جایی رد میشد که مامان آن نزدیکی بود میگفت برو کنار بچه. مامان برمیگشت با یک لنگ ابروی بالا انداخته، نیمی لبخند نیمی اخم. فقط نگاهش میکرد انگار که دارند عکسش را میگیرند. همه اداهای زنانه و مهر مادریش را میشد یک جا دید. طوفان فرمان ماشین را می‌دزدید و راننده دو دستی فرمان را چسبیده بود و کمی خم شده بود. مجید خیال می‌کرد توی اتاقش در آسایشگاه برادران الکسیانا پشت پنجره نشسته و دارد به عکس نگاه می‌کند. هیچ حسی جز یک انتظار گنگ و کمرنگ نداشت. عکس را به رو خواباند و به تماشا ادامه داد. باران تند شده بود و مردم می‌دویدند. پیرزنی در پیاده‌رو پهن سر چهارراه مانده بود. چتر هم نداشت و هرچه می‌کرد نمی‌توانست خود را به زیر طاقی برساند. یک پاش کوتاه‌تر از آن یکی بود. فرو می‌رفت و برمی‌آمد. مثل پیستون موتور پایین می‌رفت. یک جا شکن برمی‌داشت و دوباره می‌کوبید تا از آن شیب تند در طوفان بگذرد. تو رفته بودی. از همان دانشکده بعد از اجرای یک تئاتر تو را برده بودند و به پدر تلفن زده بودند که فعلا چند روزی پیش ما میماند تا ببینیم چطور می شود. اما این رفتن یا بردن طولانی شد و ما نمیدانستیم که 4 سال طول می کشد. پدر گفت حتی فریدون شاهنامه. گفتم مامان رکب نخوری، میخواهد با افسانه و خرافات واقعیت را لوث کند. و مامان 4 انگشتش را نشان داد. پدر گفت خیلی خوب، اگه ناهارتان را میل کردید بروید درستون رو بخونید. من و اسد آن سال آخر دبیرستان بودیم. موهای سرمان را از ته تراشیده بودیم که در خانه بنشینیم و واقعا درس بخوانیم. می رفتیم توی اتاقمان و خرخانی می کردیم. فیزیک، شیمی، انگلیسی، مخروطات، جبر، مثلثات، حساب استدلالی و آن همه درس تلمبار شده را می خواندیم و به تو فکر می کردیم. فقط برای نهار یا شام می آمدیم بالا. اسد 2 سال در جا زده بود و آن سال تصمیم داشت به هر قیمتی شده دیپلم را بگیرد و قال قضیه را بکند. پدر می گفت اسد جان اگه حوصله نداری امسال هم میتونی اجالتا درجا بزنی تا سعیدم بهت برسه. اون وقت 3 تایی با هم دیپلم بگیرید. گفتم پدر مرا قاطی ماجرا نکن لطفاً. خشک و تر با هم میسوزن بچه. اسد گفت من که از اول به شما گفتم علاقه به ریاضیات ندارم. به زور منو فرستادی این رشته لعنتی. مغز من نمیکشه. پدر با دست کوبید به دسته مبل.
بچه فریدون امانی باید بالاترین رشته ها رو بخونه وگرنه باید بره شوش پنچری بگیره. از این گذشته مگه برای من درس میخونید؟ آینده خودتونه، میخواید بخونید نمیخواید این خونه برید. مامان گفت زندگی ما با همون تئاتر پاشیده شد. تئاتری از یک اسطوره معروف، داستان فریدون شاهنامه که وقتی شیرخوار است مادرش او را به روستایی میبرد تا از دست ضحاک در امان باشد. ضحاک شاه ستمگری است که شیطان بر شانه‌هاش بوسه زده و جای بوسه ها 2 مار روییدند که خوراکشان مغز جوانان است. هر روز مغز 2 جوان را برای ماران شانش خورش می‌سازند. شهر چنان از جوانان تهی می‌شود که سر هر کوهی و برزنی حجله‌ای برپاست. ضحاک که از منجمان و حکیمان شنیده است تباهی او به دست فریدون خواهد بود، همواره در جستجوی کودکی به نام فریدون است. روزی اعلام می‌کند من دشمنی دارم به نام فریدون و فریدون اکنون کودک است. برای ایمنی از این خطر بزرگان باید بنویسند که من کاری جز خوبی و صلاح نکرده‌ام. بزرگان از ترس حاضر به مصاحبه تلویزیونی می‌شوند. یکی یکی با لباس باستانی می‌آیند جلوی دوربین تلویزیون و شاه را ستایش می‌کنند. در همین زمان کاوه آهنگر قیام می‌کند و می‌گوید دکانت را جمع کن عمو، من 18 پسر داشتم که 17 تن آنها را خوراک ماران تو کردند. این چه عدالتی است که ادعا می‌کنی؟ پسر 18 من حالا زندانی توست. از چرم آهنگری درفش کاویانش را می‌سازد. ضحاک را در کوه دماوند زندانی می‌کند و فریدون را به شاهی برمی‌گزیند. اما این هنوز آغاز داستان است. نمایش که تمام شد دانشجوها کف زدند، سوت زدند و بازیگران را آنقدر تشویق کردند که آنها مجبور شدند چند بار بروند و دوباره برگردند. کف، کف، کف. باران با طوفان توأم شده بود. رگ باران ماشین را می‌شست و در جاده می‌دوید و باز می‌گرفت. راننده سرعت را کم کرده بود و رگبار بند نمی‌آمد. مهدوی ساکت نشسته بود و 4 چشمی جاده را می‌پایید. جاده دید کافی نداشت و راننده مجبور می‌شد مدام ترمز کند. مجید از مأمور سمت راستیش پرسید داریم کجا میریم؟ آقای مهدوی، ایشون میپرسن داریم کجا میریم؟ مهدوی برگشت. مگه نمیخواستی برگردی ایران؟ و همانطور به مجید نگاه کرد و منتظر جواب ماند. چرا هوایی نمیریم؟ بلیط نبود. در ترکیه همیشه اوضاع خرابه، به خصوص که الان به خاطر حج و عمره بیشتر هواپیماهای ما توی مسیر مکه تهران کار میکنن. خواستیم از بالا اقدام کنیم اما سفیر هم زورش نرسید، یعنی اصلا هواپیما نبود. ولی بهتر سری به شهر سیواس میزنیم ببینیم چه خبره. بچهای دفتر نمایندگی ما تو سیواس خیلی باحالن. مجید از مأمور سمت چپش پرسید شما نمیاید تهران؟ آی مهدوی این سوال چه؟ و لهجهش ترکی غلیظ بود. یک پمپ بنزین سمت راست جاده بود که تابلوهای قرمز داشت، قرمز و آبی، و نور چراغهاش همه آن اطراف را روشن می کرد. مهدوی گفت شنیدم. فکر می کنم همین جا بود که اون یارو گم شد. یعنی چی؟ هیچی، یعنی یه سیاسی کار قدیمی اینجا آب شد و رفت توی زمین. شاید هم بال در آورد و پرواز کرد. و خندید. راننده هی ترمز می‌کرد و گاز می‌داد. جاده دید کافی نداشت. طوفان و رگبار شدیدتر شده بود و بسیاری از کامیون‌ها کنار جاده توقف کرده بودند. مجید گفت حالت تهوع دارم. مهدوی از داشبورد ماشین یک پلاستیک بیرون آورد و گذاشت روی پای مجید. سرتو بگیرین تو استفراغ کن. چند دقیقه بزنید بغل، من حالم خوب نیست. دستشویی و... مهدوی به راننده نگاه کرد. آقا پمپ بنزین بعدی نگه دار.
به محضی که ماشین در پمپ بنزین ایستاد، چند نفر دور ما حلقه زدند. یک زن، یک دختر بچه و 3 مرد. یکی از آن مردها شبیه چیفتن بود، با 2 عصای زیر بغل به طرف ما کله کرد. وقتی از ماشین پیاده می شدم دیدم پای راستش از زانو قطع شده است. به ما که رسید دستش را دراز کرد بالای دست بقیه آن گداها. مأمور سمت راستیم به ترکی چیزی بهشان گفت که نفهمیدم، اما آنها دست بردار نبودند و هی به ما نزدیکتر می شدند. مأمور سمت چپیم پول خردهاش را بیرون آورد و توی دست هر کدامشان یکی گذاشت. رگ تندی زد و همه ما را شست. گداها از دور ما پس رفتند و من داشتم به چیفتن نگاه می کردم که با 2 عصای زیر بغل به گدایی افتاده بود. گفتم چیفتن حرومزاده. آنها دوباره به طرف ما برگشتند. دختر بچه زیر آن باران تند تند می‌دوید، اما با یک خیزش چیفتن که 2 سر عصاش را به زمین می‌گذاشت و خودش را پرتاب می‌کرد، دخترک عقب می‌افتاد و باز تلاش می‌کرد. مهدوی فریاد زد: چی کارشون داری آقا؟ چپی توی ماشین و شیشه را پایین کشید. کاریشون ندارم، این یارو شبیه چیفتن حرومزاده است. به تو چه مربوط؟ جا خوردم اما چیزی نگفتم. هوا سرد بود و باد میپیچید لای لباسها. من رفتم توی یکی از آن توالت ها و یک مأمور درست جلوی در ایستاد. از زیر در پاهاش را میدیدم که چسبیده به در ایستاده است. نفر بعد هم در درگاه توالت منتظر بود. آدم وقتی گیر میافتد شایس اگال، کاری که نمی شود کرد، فقط باید منتظر بمانی تا ببینی بعد چه می شود. پنجره توالت خیلی بالا بود و باریک سرتاسر آن فضا را دور زده بود. کارم که تمام شد دست و صورتم را شستم، قدری اطراف ماشین ها قدم زدم و به آدم ها نگاه کردم، منتظر یک فرصت یا اتفاق. بعد رفتم جلوتر. پرتگاهی بود و بیابان تاریکی که پشت درختها تا مرز ایران ادامه می‌یافت، با درختهای گر گرفته که طوفان افتاده بود به جانشان. بمب را سعید زیر یک سطل آشغال نزدیک ایستگاه سواری‌های آبی اشرت‌آباد تجریش کار گذاشته بود. من هم همراهش بودم که دلهره نداشته باشد. کمی آن اطراف قدم زدیم و به در و دیوار نگاه کردیم. بعد رفتیم بستنی فروشی گوشه میدان. یک سانشاین سفارش دادیم و همانطور که می‌خوردیم به آدم‌ها نگاه کردیم. گفتم خاک بر سرتان، منفجر شوید و نگذارید این رژیم بر شما حکومت کند. دیوارهای پادگان اشرت‌آباد پر از جمله‌های خمینی بود. یک عکس و تکه‌ای از یک جمله درست روبروی جایی بود که من نشسته بودم. من عذر می‌خواهم. بعد پا شدیم، یک تاکسی گرفتیم در بست نیاوران. خمینی روی بالکن نشسته بود و عده زیادی پای بالکنش داشتند گریه می‌کردند. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده بود، اما وضع مملکت به هم ریخته بود و لازم بود که خمینی بگوید من عذر می‌خواهم. تا لب پرتگاه رفتم جلو. سردم بود و قلبم داشت از یقه‌ام می‌زد بیرون. باران اریبی هم جلوی دید را می‌گرفت. به قدری تند می‌بارید که چشم را نمی‌دید. بی آنکه سر برگردانم خودم را پرت کردم. با کف پاها رفتم و زانو یکباره خمید. نفس می‌زدم و داشتم به این فکر می‌کردم که حالا چجوری از این گودال خلاص شوم. این شعر حمید مصدق در ذهنم تکرار می‌شد: تو اگر بنشینی، من اگر بنشینم، چه کسی برخیزد؟ صدای رعد و چند تک‌تیر پیچید. ماشینی ترتر کنان گذشت و همه چیز با هم قاطی شده بود. بعد صدای قهقه عبدالناصر را شنیدم که خیلی بی‌معنا بود، انگار به سرنوشت مسخره من می‌خندید. لحظاتی در پناه یک درخت ماندم و گوش دادم. صدای باران، صدای تک‌تیرها و الله اکبر از بالای سرم می‌گذشت. نفسم را در سینه حبس کردم و شمردم: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و دیگر چیزی وجود نداشت.
در تاریکی مطلق صدای آکاردون عبدالناصر را می شنیدم. سرم را بلند کردم که شاید در تاریکی آهی کشید. آمد توی صورتم. مادر جنده. به جلو هلم داد. راه بیفت. و لهجه‌اش ترکی غلیظ بود. و آن یکی هم از جلو آستینم را می کشید و شاخه های درخت را پس می زد. به کوچه شیبداری افتادیم و سربالایی را از بغل پمپ بنزین دور زدیم. مهدوی پیاده شده بود و داشت با دستمال سفیدی صورتش را پاک می کرد. منتظر بود اما خودش را بی خیال نشان می داد. گفت چی شد؟ افتادی؟ میخوام برگردم. کجا؟ آلمان. اقامت نداری بیچاره. یعنی چی؟ یعنی همین. تپش قلبم تند شده بود. پاسپورتم را در آوردم و نگاه کردم. بعد دستهام را در جیب شلوارم فرو بردم و مشغول بیلیارد جیبی شدم. شایس اگال. مأمورها دنبالم سایه به سایه می آمدند. به ماشین که برگشتم مهدوی گفت فراموش کن. ولی بار آخرت باشه. مرسدس مثل شیر در جاده می غرید و گاه در رعد و برق عکس می شد. پدر گفت بذار فساد دنیا رو بگیره تا آقا امام زمان ظهور کنه. گارسچی هستم قربان. محسن گارسچی. گارسچی نمیشناسم. مرد توپر و متوسطی بود که موهای وسط سرش تاز شده بود، با سبیلی کلفت و سیاه که لبخندش را غم‌انگیز می کرد و جوری جلوی پدری ایستاده بود که انگار دارد نماز می خواند. گارسچی قربان. شوهر فهیمه. آها پس شوهر فهیمه تویی. گارسچی همیشه از در ماشین رو می آمد. یک کیف قهوه‌ای زیبدار دستش بود، درست زیر بغلش روی سینه. پدر او را به اتاق ته حیاط راهنمایی کرد و تا گارسچی از زیر چفته موانداخته بگذرد، پدر سر تا پایش را ورانداز کرد و به انسی که داشت لب حوض درس می‌خواند گفت برو یه چایی واسه آقا بیار بچه. من و اسد و سعید زیر سایه بید مجنون روی چمنها ولو شده بودیم و خرخوانی می کردیم. پدر وقتی متوجه شد او را زیر نظر دارم گفت باشو بچه یه جاسوسیچی بده به این آقا. سر تکان داد. اسمت چی بود؟ گارسچی. بله یه جاسوسیچی بده به این آقای قارسچی. باشو دیگه چرا ماتت برده؟ فهیمه هر روز ساعت 7 صبح می آمد و تا غروب در خانه ما کار می کرد، اما جمعه ها تا غروب نمی ماند. شوهرش محسن گارسچی می آمد دنبالش و زودتر از روزهای عادی او را می برد. من یک جاسویچی آوردم و دادم بهش. فهیمه بلوز مشکی به تن داشت، با دامن مشکی بلند، روسری مشکی سرش بود و مامان از ایوان خانه باهاش بای بای می کرد. پدر داشت به کادیلاک سویل ور می رفت. شاید هم گلپا گوش می کرد. گارسچی کنار شیشه ماشین منتظر بود تا از پدر خداحافظی کند. بعد پدر از ماشین پیاده شد، دست به جیب برد، چند تا اسکناس به دوتاییشان داد و به گارسچی گفت برو خوش باش. و یک نگاه جانانه به کپلهای فهیمه انداخت. مدتی بعد پای فهیمه از خانه ما برای ابد بریده شد و مامان گفت که خودش از پس همه کارها برمی آید، به کلفت و خدمتکار هم احتیاجی ندارد. اما همه ما می دانستیم که دیگر نباید حرفی در این مورد بزنیم. ماجرای بچگانه بوده که تمام شده. هیچ کس حق ندارد حتی اشاره‌ای به این موضوع بکند. اسمش را هم نیاورید. مامان خودش می پخت، می شست، پله ها را تمیز می کرد، به شیشه ها دستمال می کشید و دائم مشغول کار بود. می رفت جلوی آینه قدی، دستهاش را به دو طرف بدنش می گذاشت، چرخی میزد و به خودش نگاه میکرد. میبینی انسی، از وقتی خودم کارهای خونه رو میکنم کمی لاغرتر شدم. حالا همه اون لباسایی که برام تنگ شده بود و میتونم بپوشم. این دامنمو خیلی دوست داشتم.
پیش از آن که کسی اعتراض کند خودش همه چیز را مرتب می کرد. همیشه چای حاضر بود، نان تازه، ظرف‌های پر از میوه و حواسش بود که همه چیز باید مهیا باشد. حتی به انسی هم کار رجوع نمی کرد. می ترسید یک جای کار بلنگد و خودش را سرزنش کند. می پخت، می شست و بعد به دستهاش کرم می زد. دستی به صورتش می برد و می آمد کنار مبل پدر روی زمین می نشست. همه ما می دانستیم که پشت این تلاش ها اسرار زنانه‌ای وجود دارد که بگوید شتر را سوار نمی شوم، پیاده راه می روم، خسته هم نمی شوم، اما افسار زندگی دست خودم است. پشت این تلاش ها یک شب قشقرقی به پا شده بود که داشت تا مرز رسوایی پیش می رفت. ما صورتهامان را به شیشه پنجره چسبانده بودیم و به جنجال ته حیاط نگاه می کردیم. نورافکنهای حیاط روشن بود. مامان جیغ می کشید و یک کشیده خوابان توی صورت پدر. فهیمه به دیوار تکیه داده بود و گریه می کرد. مامان جیغ دیگر کشید. چیزهایی گفت که ما نشنیدیم. در اتاقک ته حیاط را بست. یک کشیده دیگر خوابان توی صورت پدر و آن لحظه عکس شد. اما تو در عکس نیستی. پدر دو دستش را روی دسته های مبل گذاشته بود و پای راستش را انداخته بود روی پای چپ و گذاشته بود که خود به خود تکان بخورد. تکانهای عصبی که ناچار میشد با دست ساق پاش را نگه دارد تا همه چیز از حرکت باز ایستد. وینستون طلایی بلندش را روشن می کرد و مثل شاه دود را تونه می داد. گاهی می رفت توی حیاط، زیر چفته موخته کنار ماشین می ایستاد و به کادیلاک سیویل کوچولوی سیاهش نگاه می کرد. گاهی می نشست توی ماشین که توتوزی چرم جگری داشت، نواری می گذاشت و می رفت به عالم خودش. گلپا گوش می کرد. عاشق گلپا بود. می گفت از این ماشین فقط 4 تا توی ایران هست. یکی من دارم، یکی هجیر یزدانی، یکی تیمسار ازهاری، یکی هم شاه. غبغبش هم اباحت داشت، هم حالتی از مهربانی. میگفت دادم تمام لاستیکای دربار رو عوض کردن. همش حالا شده BF گودریچ. قراره یه شب من و سفیر آمریکا و چند تا از رجال مهم یک شام خصوصی با شاه بخوریم. فقط امیدوارم این پسر حیثیت ما رو به باد نده. من به خاطر مرحوم اخوی چند سال زحمت کشیدم تا شخصیت مستقل خودم رو اثبات کنم. نشون بدم که ترور نخست وزیر هرگز مورد تایید من نبوده. حالا نمیدونم دستگیر شدن ایرج تأثیری تو این مهمونی داره یا نه. مامان میگفت ولی ایرج من بیگناهه، تئاتر که کار سیاسی نیست. چرا بهشون نمیگی؟ خنده داره. ایرج من پسر ارشد فریدون امانی که این همه زحمت کشیدم فرستادمش دانشگاه و چقدر خون دل خوردیم تا مهندس شد. به خاطر جفتکای سیاسی افتاده تو زندون. تئاتر بهونه است بانو. من بارا به بچه‌هام گفتم و باز تکرار میکنم. همه جا تا پای جون کنارشون ایستادم. اما اگه به جرم سیاسی دستگیر شدید بدونید که تا دم در خانه‌ام دنبالتون نمیام. تمام. سیگارش را با فندک دانهیل مشکی و طلایی‌اش آتش زد. پای راستش شروع کرد به تکان خوردن. با یک دست پا را گرفت و با پک‌های کوتاه و پف‌های آنی اتاق پذیرایی را پر از دود کرد و سیگار را هنوز به نیمه نرسیده در زیر سیگاری شکست. انگار مسابقه یا نمایش سیگار کشیدن باشد. مامان هی برای ما چای میریخت، تازه به تازه، با سلیقه و دقتی عجیب زیر شیر سماور آب داغی در نلبکی ها میچرخاند. وقتی آب را در جام خالی میکرد، سرش را همراه نلبکی کج میگرفت تا انبوه موهای سیاهش بریزد این طرف و آنقدر صبر میکرد تا آخرین قطره آب هم بچکد توی جام. آن وقت
چای را جلویمان میگذاشت. شاه هیچ وقت سیگارشو تا ته نمیکشه. نصفه. دکترها بهش گفتن. همین دکتر شیخ الاسلام که همه ما میریم پیشش. دکتر شاه هم بله. همین آقای وزیر بهداشت. میخوام نباشه. اگه بهش بگی کار ایرج رو درست کنه میری؟ آره میرم. از خجالت آب میشم و میرم. اصلا چرا به تو التماس کنم؟ خودم مگه شیش انگشتیم؟ میرم پیشش ازش میخوام. حرفشو نزن. هیچ وقت خودتو سبک نکن بانو. چرا کاری نمی کنی؟ تو که با این همه با وزیر و وکیل ارتباط داری، چرا کاری بر این بچه نمی کنی؟ پدر قرید. آبرو دارم بانو. همینجوری نمیتونم سرم و جلوی رفاقم بالا بگیرم. اون وقت تو توقع داری گردن کج کنم و به مقامات بگم پسرم زندونی سیاسیه. شما را به خدا. حرفش را ناتمام گذاشت. به پنجره خیره شد. نه نه اصلا. تا اینکه یک شب مصاحبه تلویزیونیت را پخش کردند. از تمام فعالیت‌های سیاسیت اظهار ندامت کردی، سرافکنده و شرمسار. من ایرج امانی مهندس کامپیوتر از 3 سال پیش وارد یک گروهک سیاسی شدم که هدفش ایجاد آشوب و اختلال در نظم کشور بود. ما یه گروه آنارشیست بودیم که قصد داشتیم با رخنه در برنامه‌های کامپیوتری اداره امور مملکت رو منحل کنیم. ولی من به خدا، شاه، میهن اعتقاد دارم و از این طریق میخوام به جوانان، به خصوص دانشجویان کشور، اعلام کنم که نادم و پشیمان هستم. امیدوارم عفو ملوکانه شامل حال من بشه که با آغوش خانواده‌ام برگردم. مامان ورم کرده بود. وقتی تصویرت را دید از کنار مبل پدر پا شد و رفت درست جلوی تلویزیون نشست، بیان که پلک بزند یا تکان بخورد. انگار دارد آخرین تصویر حیاتش را می‌بیند. محو چهره تو شده بود. موهات را کوتاه کرده بودند. پیراهن توسی چینی به تن داشتی، لاغر و ترسیده، با صدایی بسیار آرام. و مامان چنان سکوت کرده بود که هر لحظه ممکن بود خانه را با یک حرکت فرو بریزد. بعد که حرفت تمام شد، در صفحه توسی تلویزیون یک آرم جای تو را گرفت و سرود شاهنشاهی پخش شد. مامان تلویزیون را خاموش کرد و خانه در سکوت یخ زد. زل زده بودم به سکنج سقف و همینجور ماتم برده بود. میخواستم ببینم کی از جاش تکان میخورد یا سر میچرخاند که در آن فرصت از پذیرایی بزنم بیرون، بروم توی اتاقم و در را به روی خودم ببندم، سرم را فرو کنم توی متکا که شاید در رویاهایم تو را ببینم. هیچ کس جرأت نداشت حرکت کند. عاقبت پدر با صدای بم و رگه‌داری گفت: آبروی من آورد. مامان از جا جهید و دست به کمر جلوی پدر ایستاد. تو چرا تلاش نمی کنی بیاریش بیرون؟ تو که با شاه فالوده میخوری، با این همه قدرت و ثروت، چرا کاری نمی کنی؟ آبرو دارم بانو. مامان گر گرفته بود و مثل قهوه جوش سر رفته بود. با اینکه میدانست پدر اقدامی نمی کند، اما مثل شبی که دستگیر شده بودی باز تیغش را زیر گلوی او گذاشته بود و رها نمی کرد. یا صبح میری از زندون میاریش بیرون یا دیگه رنگ منو نمیبینی. پدر از روی مبل پا شد، دستاش را از هم گشود. به این زندگی باید شاشید. برو بانو برو. اگه تمام بدنمو با این ناخونات تیکه تیکه کنی دست به هیچ اقدامی نمیزنم. من حسابمو با این پسرا واکندم. چند سال تاوان برادر تروریستمو پرداختم. دیگه قدمی دنبال مسائل سیاسی ور نمیدارم. مگه شاه چه تخم زرده‌ای برات گذاشته که خاندانتو داری فداش میکنی؟ ما هرچی داریم از شاه داریم بانو. همین آبرویی که تو دنیا. نه خیر،
ما قبل از شام همه چیز داشتیم. پدر به ما نگاه کرد. کنار انسی که موهای صافش را دم اسبی کرده بود ایستاد. همه شما شاهد بودید که این پسره تو تلویزیون چی گفت. حالا دیگه ایرج من شده پسر؟ بذار جریان سیر طبیعیشو طی کنه. مامان عاشق تو بود. مدام از تحصیلاتت حرف میزد و سعی میکرد که تو برای ما الگو بسازی. دوربین عکاسیت را پیچیده بود لای یک بقچه ترمه و گذاشته بود طبقه بالای کمد لباس خودش و ما 3 برادر، من و اسد و سعید، سعی میکردیم رنگ و بوی تو را خورده خورده ضبط کنیم. بی آنکه خود بخواهیم لباس هامان همه شبیه هم شده بود و خوب که دقت می کردیم می دیدیم مثل تو لباس می پوشیم. مامان می رفت بازار کویتی ها 3 تا شلوار مخمل کبریتی روشن و 3 تا پیرهن 3 دگمه ساده روشن می خرید و می گذاشت روی تخت خوابمان. رنگی ها را برای انسی انتخاب می کرد. یک بار 6 بلوز با رنگ های شاد برای انسی می گرفت. با دامنهای پلیسه تیره همان جور که خودش دوست داشت. بعدها ما اجازه پیدا کردیم که به کتابخانه‌ات راه پیدا کنیم و بالاخره با سلیقه هر کداممان چیزی پیدا میشد که سرمان را گرم کند. ماجراهای به قول پدر بچگانه یکی یکی جدی از آب در می آمد و تو همینجور در زندان ماندی که ماندی. 4 سال گریه و التماس و مرافعه ادامه داشت. نه پدر توی کتش میرفت که حرفهای دیگران را بپذیرد، نه مامان فرو می آمد و با اینکه میدانست پدر کوچکترین اقدامی نخواهد کرد، سر هر چیزی بحث را میکشید به تو و جای خالی تو. هندونه. ایرج من عاشق هندونه بود. مامان مگه خدایی نکرده مرده که اینجوری حرف میزنی؟ ایرج همیشه عاشق هندونه است. چرا؟ همه ما بخوریم. ولی بچم. و بعد هندوانه قارچ شده را با ظرف بلورش پرت میکرد ته سالن پذیرایی. آن وقت خودش میرفت جمع میکرد. زمین را دستمال میکشید و همینجور که سرش به کار گرم بود نرم نرم گریه میکرد. پدر صبور بود و همه چیز را در سکوتش تحمل میکرد، ولی ما از اتاق پذیرایی بیرون میزدیم. سر شام تا می آمدیم یک قاشق خورشت فسنجان بریزیم روی پلو، میگفت خدا رو خوش میاد ما اینجا دور هم بشینیم فسنجون بخوریم. ایرجم یک لقمه هم نتونه بخوره. الهی من زهرمار بخورم. آخه چجوری بخورم؟ مخصوصاً غذایی درست میکرد که دوست داشتی یا میوه هایی می آورد که تو عاشقش بودی. بدتر از همه بازی کردنهاش با لباسهای تو بود. کاپشن و شلوارت را از کمد در می آورد، می آویخت به دستگیره کمد و نگاه می کرد. با خودش حرف می زد، لباس را از گیره در می آورد، دوباره می آویخت و نمی دانست چه کند. یک بار به من می گفت مجید یه دقیقه اینا رو بپوش ببینم توی تنت چجوری وامیسته. من لباسهای تو را می پوشیدم. شلوارت کمی برای من کوتاه بود. مامان گفت خیلی خوب در بیار زود زود. تابستانها که می رفتیم باغ میگون به درخت فندق جلوی ساختمان بیشتر آب می داد و چشمش به میوه ها بود تا برسد. بعد که فندق ها می رسید آنها را می چید و می شمرد و بین ما تقسیم می کرد. نفری 6 تا. سهم همه را می داد و سهم تو را می ریخت توی یک دستمال سفید کوچولو. دورش روبان قرمز می بست و آن را می گذاشت روی تاقچه جلوی آینه و ما می دانستیم چند تا فندق برای تو بیشتر گذاشته. هسته های زردآلو را جمع می کرد، می شکست و مغزشان را می ریخت توی یک دستمال کوچولو. می گفت زردآلو که نمیتونه بخوره، اقلا مغز هسته هاشو بخوره. و دستمال را می گذاشت کنار فندق ها. می گفت فریدون خیال میکنی بذارن موقع ملاقات اینا رو بهش بدم؟ پدر میگفت آره بانو
و از اتاق پذیرایی میزد بیرون، میرفت زیر درختها تا شاید هیچ کس نبیند فریدون امانی، مدیر عامل کمپانی BF گودریچ دارد گریه میکند. پدر مغرور بود و نمیخواست از موقعیتش استفاده کند که حتی ملاقاتها غیر عادی انجام بگیرد. میگفت مثل بقیه خانواده. و مامان بیتابی میکرد. وقتی از ملاقات برمیگشت از همان لحظه به فکر ملاقات بعدی بود که چی برای تو بیاورد: لباس، خوراکی، صابون، کتاب. فریدون کتاب میشه برد؟ تا چی باشه؟ می نشست پشت چرخ خیاطی با پارچه تترون سفید دستمالهای کوچولو می دوخت، اتو می زد، می گذاشت توی ساک. دیگه چی به دردش می خوره؟ فریدون اگه بخوایم عینکشو عوض کنیم به کی باید بگیم؟ برای چی عینکشو عوض کنیم؟ چشاش ضعیفتر شده، میگه کمی تار می بینه. آن 4 سال مثل یک تسمه چرمی بی انتها که آدم مجبور است آن را بجود کند و ملال آور بود. هرچه می جویدیم تمام نمی شد، شاید هم مثل باد گذشت. زندانی تو سپری شد، همراه خیلی از زندانی ها آزاد شدی، انقلاب کردیم، پیروز شدیم، عکس گرفتیم. اما بعد از انقلاب هم باز تو زندانی سیاسی بودی. ایرج جزو اولین گروه سیاسی مخالف رژیم دستگیر شدی. مامان گفت حاج آقا پماد زخم میذارن ببریم؟ برای چی بانو؟ مامان آه کشید و جوری که فقط خودش بشنود گفت کف هر دو پاش چرک کرده، زخمش عمیق شده. برای چی بانو؟ خب زخم شده، انقدر شلاق زدن به پاهای بچم. پدر حالا دیگر یک قبضه ریش جوگندمی داشت که چهرهش را خرفت و کدر نشان میداد. کمی هم قوز کرده بود. پرسید لاغرم شده؟ بعدها بود که به کمپانی نمی رفت. صبح تا شب در خانه بود و با تلفن کارهایش را مرتب می کرد. با هر تق و توقی گوشهاش تیز می شد و آنقدر در خانه می ماند که بالاخره با اسد به دیدار خمینی در قم رفت. یک روز صبح زود راه افتادند و صبحانه را با خمینی خوردند. خمینی از اندرونی بیرون آمده بود و گفته بود قبلا شما را ندیده بودیم. اسد و پدر از جا کنده شده بودند. سرپایی ایستاده، دستها جلوی بدن چفت شده، سرافکنده و منتظر که به سلامشان جواب بدهد. نقی کرده بود که یعنی علیک و همانجا به تندی نشسته بود، جوری که انگار فرو رفته بود. آقای حاج امانی خوش آمدید. و این فرصتی بود که پدر برود جلو، دستهای آقا را ببوسد و همانجا جلوش دو زانو بنشیند، لال و سراپاگوش. قبلا شما را ندیده بودیم. سعادت نداشتیم حضرت ما. و مثل بید از درون می لرزید. اخوی شما را از نزدیک می شناختیم. از سران نهضت بودند رحمت الله علیه. 2 سال از من بزرگتر بودند. شما چی می کنید؟ در صددم کمپانی رو راه اندازی کنم. میدونید که همه لاستیکا. تون توی حرفش دویده بود. بله واقفیم. و بعد صبحانه آورده بودند. 2 سینی که در آن تکه‌ای نان بود و پنیر و چای و شیر. بعد هم خمینی پا شده بود، عبا را روی شانه کشیده بود. مؤید باشید. و به اندرونی رفته بود. ای بابا اسد. ستاره اقبالتان بلند بود. امام شما را به حضور پذیرفت. پدر رفته رفته یک چرخش تمام کرده بود و حالا جزو سران بازار و هیئت مؤتلفه بود. شیشه عمر بازار را در مشتش گرفته بود با انگشتری عقیق شجره‌دار و معلوم نشد آن انگشتری طلای سفید
قبل از انقلاب که نگین الماس داشت کی از دستش درآمد و مامان کی آن را در کجا پنهان کرد که بماند برای روزگارانی دیگر. مدام براش کارت تبریک می رسید به مناسبت اعدام‌های انقلابی از طرف بازاریان، هیئت مؤتلفه اسلامی و فداییان اسلام که همه با این کلام آغاز می شد: هوالعزیز. مثل بیرق سیاه هیئت مؤتلفه که ماهی یک بار در سردر خانه می آویخت. هوالعزیز، هیئت مؤتلفه اسلامی، تأسیس 1323. از آن پس دیگر ما پخش و پلا شدیم. گاه و بیگاه سری به خانه می زدیم و می رفتیم دنبال کارهای زیرزمینی سازمان. من مجبور شدم مدتی در اردبیل قاطی کارگرهای افغانی و ترک لوله گاز چال کنم. سعید با مجاهدین رفته بود کردستان. اسد مقام مهم امنیتی و از یاران نزدیک خمینی بود. مسخ کامل. اما هیچ کس نمی دانست که تو زنده ای یا مرده. مامان هنوز می نشست با پارچه تترون سیاه شلوار کردی می دوخت، تا می کرد و در ساک می گذاشت. حاج آقا اجازه میدن شلوار کردی ببریم؟ هنوز فندق می چید، می شمرد، به هر نفر 11 تا می رسید. سهم هر کس را سوا می کرد و سهم تو را در دست مال کوچولو می ریخت و دیگر روبان نمی بست. همین جوری با گوشه دستمال گره می زد و می گذاشت روی تاقچه. مال ایرج هنوز نبردم. چرا؟ ملاقات نمیدن. پدر فقط یک جور غذا میخورد. میگفت امام خمینی فقط یه جور غذا میخوره، غذای ساده. وینستون معمولی میکشید، گاهی هم پیپ. میگفت آیه خامنه ای اهل پیپه، اونم نه همیشه. بعضی وقتا که سرش خلوت میشه پیپشو چاق میکنه و دودی میگیره. بچه انسی از یاد رفته بود. هرچه بود زنده بود و داشت یک جایی بزرگ میشد. خوبیش این بود که دیگر نمیدیدیمش. دیگر کسی آن را غم نمیدانست. مبلها جمع شده بود و پدر روی پتوی ملافه شده می نشست و به پشتیهای ترکمنی تکیه میداد. آرنجش را میگذاشت روی زانوهاش و دستش را ستون صورت میکرد. دیگر گلپا هم گوش نمیداد. میگفت آقای خامنه ای از صدای شجریان و ناظری خیلی خوشش میاد. و گاهی شجریان میگذاشت. اما مامان دست بردار نبود. مدام به جوال پدر میرفت و با اینکه میدانست پدر کوچکترین اقدامی نمی کند، سر هر چیزی بحث را به تو میکشید و فشار می آورد. چرا تلاش نمی کنی بیاریش بیرون؟ تو که این همه با وزرا ارتباط داری، با آقای خامنه ای پیپ میکشی، با لاجوردی میری سوریه، به یکیشون بگو ایرج منو آزاد کنن. آبرو دارم بانو، همینجوری نمیتونم سرمو بالا بگیرم. اون وقت تو توقع داری به سران انقلاب بگم پسرم زندانی سیاسیه، بیایید آزادش کنید. با دستگیر شدن تو و 6 نفر از دوستانت زنگ خطر سرکوب در سازمان سیاسی چپ به صدا درآمد. مقر چریک‌های فدایی در خیابان میکده محاصره شد و ما شبها به آنجا می رفتیم و تا دمدمای صبح می ماندیم. جمعیت موج می زد اما هیچ کس نمی دانست چه اتفاقی دارد می افتد. عبدالناصر هم هر شب می آمد و با اینکه هیچ گرایشی به گروه ها نداشت پا به پای ما می ماند. کمی در خیابان میکده می چرخیدیم، بعد می رفتیم جلوی ساختمان مجاهدین. هر طرف تیرباری رو به مقر سازمان ها کار گذاشته بودند و در سکوت و پچپچه و تماشا صداهای نامأنوس هر لحظه خبر از حادثه‌ای شوم میداد. خبر از ملاتاریایی که اگر حاکم شود. به همین راحتی انقلاب چپو شد. یعنی بایستی زیر زمینی می شدیم و در تاریک خانه ها ادامه می دادیم. فضا سرد و تلخ بود اما هنوز نمی دانستیم چه بلایی دارد سرمان می آید.
هنوز خمینی تجسس سراسریش را به دانش آموزان نداده بود که افراد مشکوک را به کمیته‌های انقلاب معرفی کنید. این یک وظیفه شرعی است. نه، هنوز فضا آنقدرها سرد و تلخ نشده بود. هنوز از سایه همدیگر نمی ترسیدیم. شبها می توانستیم جلوی سازمانهای سیاسی جمع شویم و با بخار دهنمان حمله های احتمالی را جادو کنیم. مثل شبهای انقلاب، مثل روزهای بعد از انقلاب، این بار هم گیج و گنگ بودیم. اما این بار تو را هم کم داشتیم. حرفات را تازه در میافتیم. چشممان دنبالت میگشت و تو را نداشتیم. کجایی ایرج؟ یک روز هم ناصر آمده بود به مامان سر بزند برای جای خالی تو و مامان هی براش چای میریخت و پرتقال پوست میکند. میل کنید. گفتم ناصر شنیدی؟ دارن دکتر شیخ الاسلام رو محاکمه میکنن. چند نفرم اعدام شدن. گمونم این یکی هم آویزون کنن. حقشه. دکتر خودمون بود. ناصر صداش را آهسته کرد جوری که مامان نشنود. گفت مرتی که انیمال، مگه تو عصب نداری؟ خب که چی؟ چجوری این همه اعدام رو تو تاثیر نداره؟ به خاطر یه مشت ساواکی و کله گنده سلطنتی؟ اینا که اصلا آدم نیستن. گفت نه، به خاطر خودت بدبخت. روزنامه‌ها خبر اعدام ساواکی‌ها و نظامیان دستگیر شده را چاپ می‌کردند. مامان به عکس‌ها خیره می‌شد و فهرست اسامی را بلند بلند می‌خواند. انگار دنبال اسم تو می‌گشت. گفتم مگه ایرج ساواکی بوده که بی خودی این چیزا رو 100 بار می‌خونی؟ دو دستش را می‌کوبید به رانهاش. مادر، پسرم از دستم نره. این بار فرق داره. میترسم بچه‌مو بکشن. کاری نکرده که مامان. از چی میترسی؟ مدیر عامل رادیو تلویزیونم گرفتن. این همون آدمیه که با خمینی از پاریس اومد. توی هواپیما کنار خمینی نشسته بود. اینا به خودشونم رحم نمیکنن. میخوای بچه منو رحم کنن؟ میخوای از بچه من بگذرن؟ بیتاب بود. میرفت توی حیاط لابلای درختها قدم میزد و بلند بلند باهاشان صحبت میکرد. برای ما پرتقال می آورد. چند تا پوست میکند و پرپر میکرد. میگذاشت جلوی ما. ایرج عاشق پرتقال بود. چرا هی میگی بود؟ برای اینکه پسرم اینجا نیست حالا. خربزه قارچ میکرد. یک ظرف بزرگ می آورد و میگذاشت جلوی پدر. خیال میکنم شیرین باشه. بوی خوبی هم داشت. حتما شیرینه. حاج آقا به زندانیا خربزه نمیدن؟ بالاخره یه چیزی میخورن. دیشب رادیو BBC میگفت اینایی که خلخالی اعدام میکنه اکثرا محاکمه نشدن. تکلیف BBC معلومه بانو. اینا معاند با خدا و انقلابن. خربزه بخور. ایرج خربزه خیلی دوست داشت. میومد تو آشپزخونه پوست خربزه ها رو با قاشق میتراشید. بعد اونجا رو دستمالم میکشید. برم چند تا دستمال براش بدوزم. چرخ خیاطیش را میگذاشت کنار پنجره. درست روبروی تلویزیون مینشست و برای تو ملافه و متکا میدوخت. یادم رفت ازش اندازه متکه های زندان رو بپرسم. مجبورم از هر اندازه یکی بدوزم. یک بار رفته بود بازار کویتی ها. برات یک اتکلون خریده بود. ایرج من بی اتکلون از خونه بیرون نمیرفت. پدر از جاش بلند شد، به ایوان رفت و حتی وقتی آژیر قرمز به صدا در آمد پدر همانجا ماند و به ستاره ها نگاه کرد. جنگ تازه شروع شده بود و صحبت از حمله های هوایی عراقی ها به تهران و شهرهای بزرگ بود که دیشب دپو ارتش را زدند، که پریشب بخشی از فرودگاه مهرآباد را بمباران کردند، که یک خانه 4 طبقه در گیشا با خاک یکسان شده. همه جا تاریک میشد
صدای آژیر در مغز و قلب آدم تاب برمی داشت. ماشین ها از حرکت باز می ایستادند با چراغ های خاموش. هر کس هر جا بود در تاریکی می ماند. پدر بزرگ هم که چند روزی آمده بود تهران روی مبل راهرو جلوی سالن پذیرایی در تاریکی مانده بود. پدر بزرگ چه خبر؟ هر کی هر چی داره بخوره. صدای تیرها و ضد هوایی ها که 2 ستاره گریزان را بدرقه می کردند امان نمیداد. مامان پشت چرخ خیاطی نشسته بود تا صدای مرا شنید. گفت عجیب اینجای مامان؟ آره بازم مثل این که یه جایی رو زدن. این آژیر سفیده یا قرمز؟ به نظرم میخوام جماران رو بزنن، خانه خمینی رو. زندان رو نزنن، هر جا رو زدن. مامان غمگین بود و هرچه تلاش کرد عاقبت نتوانست ادکلن و فندق را به تو برساند. گر گرفته بود. در اتاق چرخ میخورد. بی خود و بی جهت میرفت آشپزخانه. برمیگشت. جلوی پدر می ایستاد و بی توجه به حضور اسد نفرین میکرد و اشک میریخت. میخواست سکوت پدر را بشکند. اما پدر صبور بود. سعید گفت من خودم از آقای میمازرم خواهش میکنم که با یکی از گنده ها حرف بزنه. البته یه بارم قبلا بهش گفتم ولی مگه چی کار است این آدم؟ چطور شعراشو هر شب توی کیهان نمیبینی؟ تازه رفیق جانجانی آقای خامنه ای هم هست. این شاعر ماهرا رو ول کن. ایرج من بی ادکلون. اسد گفت برادرای پاسدار اصولا با مقوله ادکلون مخالفن. مامان غرید اون برادرای پاسدارت گه خوردن. مامان مملکت انقلاب شده. شما توقع داری بذارن که تو برو خفه شو با اون دهنمو باز نکنا. پدر غرید استغفرالله. اسد نیم خیز شد. 100 بار بهت گفتم به خودم هر چی میگی حق داری، اما حق نداری به مقدسات انقلاب توهین کنی. برو گم شو بیرون. و به طرفش حمله ور شد. اسد برخلاف همیشه که در چنین موقع‌هایی پیراهنش را کنار میزد و اسلحه‌اش را بیرون میکشید، دندانهاش را در هم فشرد و به ما نگاه کرد. شماها چرا نشستید؟ مگه نمیبینید عصبی شده؟ بلند شید جلوشو بگیرید. برو بیرون که دیگه نبینمت. اسد از اتاق بیرون رفت و پله‌ها را 2 تا یکی طی کرد. مامان سراپا لرز بود. با صدایی ناله مانند فریاد میکشید بی شرف! تو اگه انسان بودی برادرت از اونجا می آوردی بیرون. تو اگه شرف داشتی نمیذاشتی کف پاهاش کاب بزنن. تو صدای اسد از پایین پله ها می آمد. ایرج مخل انقلاب و مبانی حکومت اسلامی مامان. یه زنده انقلاب واقعی. وقتی تو را دستگیر کردند تازه چند ماهی از انقلاب گذشته بود. آن روزها تو از دید همه ما یک زنده انقلاب واقعی بودی. گاهی هم شک می کردیم که نکند آمریکایی ها تو را خریدند تا چوب لای چرخ انقلاب بگذاری. از خبرها تفسیرهایی کرده بودی که من بعدها به آنها پی بردم. مثلا می گفتی وقتی معدن مس سرچشمه گشوده شد درست همان روز سالوادور آلنده در شیلی سقوط کرد. گفتم خب چه ربطی داره؟ گفتی بعدم میفهمی. صفحات روزنامه ها پر بود از تصویر اعدام شدگان. مرکز بحث راجع به اعدام های انقلابی 4 راه داس و چکش بود و عکس های بزرگ شده جدید هر روز به در و دیوار نصب میشد. اما شور انقلابی ما با تو فرق داشت. تو با اعدام ها مخالف بودی و در سخنرانی‌هات صریحاً اعلام می‌کردی این انقلاب دارد اژدها می‌شود، دارد آدم می‌خورد، باید جلوش را گرفت. نظر احزاب و سازمان‌های سیاسی را رد می‌کردی
و ما برای اینکه به تو بفهمانیم انقلاب یعنی تصفیه خون کثیف، اعلامیه ها و روزنامه ها را برات می‌خواندیم. 6 تن از قدیمی ترین زندانیان سیاسی عضو حزب توده اعدام شدند که حکم اعدام جنایتکاران را مردم امضا کردند. سازمان مجاهدین خلق نوشته بود اعدام خیانتکاران انتقام الهی است. دبیر کل حزب توده گفته بود دادگاه‌های انقلاب ایران را سربلند کردند. سازمان چریک‌های فدایی خلق در اطلاعیه‌ای گفته بود اعدام مقام‌های رژیم سابق کاملا لازم است. ما کمونیست‌ها هم از طرف سازمان یک اطلاعیه دادیم و اعدام‌ها را تایید کردیم. تو گفتی هر کس اعدام رو تایید کنه خودش هم قربانیه. جامعه سیاسی عقب افتاده ما هنوز بالغ نشده وگرنه به اعدام‌ها اعتراض میکرد. پدر گفت خون حضرت نواب صفوی و اخوی شهید من داره شکوفه میده. درخت اسلام با خون آبیاری میشه. شما چرا این تروریستای سابقه دار رو تایید میکنید پدر؟ تو حق نداری به اخوی شهید من بگی تروریست. وانگهی هرچی باشه ما جزء مؤتلفه اسلامی هستیم. اما تو ایرج ببینم بالاخره به خدا اعتقاد پیدا کردی یا هنوز لامذهبی؟ تازه ویدئو خریده بودیم و من داشتم فیلم مادر ماکسیم گورکی را نگاه می کردم. تو گفتی نه پدر هنوز نه. شاه رو که قبول نداشتی، امام خمینی هم که قبول نداری. دنبال چه غلطی هستی بچه؟ دنبال خودم. تو کی هستی؟ حواست رفته بود به فیلم. پدر گفت پرسیدم تو کی هستی؟ ایرج امانی. لاجوردی گفت مشخصات کامل. ایرج امانی فرزند فریدون، متولد 1330 تهران. لاجوردی دادستان انقلاب و رئیس زندان اوین که دوست پدر بود شخصاً ریاست دادگاه را به عهده داشت. با صدای خشک و رگه‌داری پرسید سابقه سیاسی و کیفری. یک بار در سال 1354 دستگیر شدم و در سال 1357 همزمان با انقلاب همراه با دیگر زندانیان سیاسی آزاد شدم. متأهل هستی یا مجرد؟ حواست کجا بود؟ لاجوردی گفت پرسیدم متأهل هستی یا مجرد؟ مجرد. لاجوردی قیافه کریهی داشت، قیافه‌ای پهن و استخوانی که وقتی لبخند میزد بوی ماندگی سیر یا پیاز از دهنش متصاعد میشد. لبخند زد و گفت چرا مجرد بودی؟ فرصت ازدواج نداشتم. در بازجویی‌ها اقرار و اظهار کردی که با همه پرسی جمهوری اسلامی آری مخالفی. من برای اینکه عدالت را رعایت کرده باشم بار دیگه از تو میپرسم آیا با نظام مقدس جمهوری اسلامی موافق هستی؟ نه خیر. ما اسناد و مدارکی در اختیار داریم که ثابت میکنه جهت تحریک دانشجوها از عوامل خارجی به خصوص از امپریالیسم آمریکا خط گرفتی. آیا اقرار میکنی که به عوامل خارجی وابسته بودی؟ نه خیر. در بازجویی‌های مکرر اقرار و اظهار کردی که با اعدام عوامل سواک و سران رژیم فاسد پهلوی از جمله اعدام هویدا مخالفی. آیا نباید مفسدین فی الارض رو اعدام کرد؟ نه خیر. نماز میخونی؟ نه خیر. به خدا اعتقاد داری؟ نه خیر. پس تو رو چه کسی آفریده؟ خدا. لاجوردی با کف دست به میز کوبیده بود. مردی که ضد انقلاب منو مسخره میکنی؟ نه خیر.
ببرید و بزنیدش. و باز کابل زده بودند به کف پاهات، آنقدر زده بودند که پاهات زغال شده بود. تو در عکس نیستی از آن آدم ریزه و چالاک، از آن آدم همیشه زندانی. بعدها حسرتی در خاطر مامان مانده بود که توی خیابان هر وقت کسی را به قد و قواره تو میدید دنبالش راه میافتاد، میپیچید جلویش، میایستاد و نگاهش میکرد. نه این نیست. شور و شرت از یادم نمیرود ایرج. یک لبخند و چال کوچولوی طرف چپ صورت. بیا اینجا مجید. تو باید از تجربه ها استفاده کنی. بعدا به دردت میخوره. ببین آدم وقتی به زندان میفته حد اکثر تا 48 ساعت شکننده و آسیب پذیره. بدن انسان که به محیط جدید عادت کنه، یعنی بعد از 48 ساعت معمولاً نمیتونن زندانی رو بشکنن. مقاومت اول خیلی مهمه. اگه تو این دوره مقاومت کنی کار تمومه. دیگه نمیتونن کاری کنن. بیا اگه میخوای آدم بشی این کتابو بخون. پیپ زیر دندانت بود، گوشه لب و دود ملایمی جلوی صورتت چرخ میخورد. روی جلد کتاب دیوار را روی سینت به طرفم گرفته بودی. اثر ژان پل سارتر، ترجمه صادق هدایت. نمیدانم چرا آن روز علی رغم علاقه شدیدی که همیشه بهت داشتم هوس کردم تیری به جانبت روانه کنم و خودی نشان بدهم. نمیدانم چرا یک سیگار زرد درآوردم، روشن کردم و بعد کتاب را ورق زدم. تو ساکت شده بودی و لبخند میزدی. من از فرصت استفاده کردم و تیر دوم را هم به طرفت شلیک کردم. اگر اینجوریست که میگی تعجب میکنم تو بعد از 2 سال زندانی کشیدن برای چی تن به اون مصاحبه کذایی دادی؟ در واقع پیپت خاموش شده بود. با پکهای کوچولو چیزی لای دندان گفتی که نفهمیدم. کبریت زدی. یک نگاه به من، یک نگاه به کبریتی که به آن مشغول بودی. شکستن یعنی اینکه آدم وقتی چک اولو خورد همه چیز بگه و آدم بفروشه. مصاحبه‌ای که من کردم بعد 2 سال حکایت دیگه ای داشت. من که از کسی حرف نزدم، از خودم حرف زدم. اما همه میدونن، حتی مردم روستا هم میدونن که اقرارهای زیر بازجویی شکنجه اعتبار نداره. احساس کردم فضای بین ما سرد میشد و از هم فاصله میگرفتیم. تو سرت توی کتاب بود و من داشتم با پاکت سیگار زر ور میرفتم. با این حال نتوانستم آرام بگیرم. گفتم خیال نمی کنم تجربیات زندان به کار بیاد. هفته پیش با بچهای سازمان رفتیم زندان گوهردشت رو دیدیم. میدونی ایرج خرابش کردن. دراش رو کندن و مردم دسته دسته میرن تماشا. شب دراز است مجید. شب دراز بود، آنقدر دراز که هنوز به صبح نرسیده. لاجوردی رئیس زندان اوین گفت حرف دیگه ای نری؟ نه خیر. وصیت یا پیام خاصی نری؟ نه خیر. البته خارج از فضای دادگاه من به پدرت ارادت مخصوص دارم. عموی شما شهید امانی از اسوه‌های نهضت ماست. اسد هم سفارشتو کرده. اگه پیغام خاصی داری بگو. قبلا گفتم من جوانیمو پای انقلاب گذاشتم. حرفامو فقط از تلویزیون خطاب به مردم میزنم. اوال عزیز، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. پدرش نماینده مجلس شورای اسلامیه، اما پسر مرتدیه که حتی حاضر نیست شهادتین رو جاری کنه. بسم الله القاسم الجبارین. حکم اعدام این مرتد باقی صادر گردید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مجید سیگاری آتش زد. خیال می کرد عکسی از جعبه عکس ها برداشته و به گلدان تکیه داده. خیال می کرد در طبقه 4 آسایشگاه برادران الکسیانا
پشت پنجره نشسته و دارد وقت می‌گذراند. نمی‌دانست که در اتوبان‌های ترکیه با سرعت سرسام‌آوری به مرز ایران نزدیک می‌شود. رگبار و طوفان قطع نمی‌شد و مجید احساس می‌کرد از بوی ماندگی سیگار حالش دارد به هم می‌خورد. تفی زد و مالید به کفش. کمی آرام گرفت. مهدوی از راننده خواست که نوار بگذارد. هایده صدای قشنگی داشت. چهارشنبه با کی قرار داشتم؟ چرا مغزم کار نمیکنه؟ آی مهدوی امروز چند شنبه است؟ چهارشنبه. با کی قرار داشتم؟ خیلی مهم بود. روی تکه کاغذ زردی نوشته بودم چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر. زیرش هم نوشته بودم بسیار مهم و دورش دایره کشیده بودم که چراغ بسیار مهم در ذهنم روشن و خاموش شود. اما چراغ چهارشنبه در ذهن من خاموش است. به امیر کمونیست گفتم چهارشنبه روز بسیار مهمی است. برای چی؟ امیر اصلا میفهمی من چی میگم؟ این روز برای من از نظر سیاسی خیلی اهمیت داره. یادم نیست که با کی قرار داشتم. 4 ساله که اینجا دارم فکر میکنم اما اصلا سر در نمیارم. نمیدونم کی قرار گذاشتم. یادم نمیاد. فقط یادم است که اون روز صبح خیلی زود از خواب پریدم و پیش خودم گفتم امروز چهارشنبه است. این یادداشتم روی آینه دستشویی دیدم. قهوه مفصلی درست کردم، 1-2 تا سیگار کشیدم، کمی ورزش و کمی تماشای پنجره ها، دوش گرفتم، لباس تمیز اتو خورده پوشیدم، اتکلون زدم، موهامو شونه کردم و از 1 ساعت قبل آماده بودم. ولی یادم نمیومد با کی قرار داشتم. میفهمی؟ یادم نمیومد. آخرش هم یادم نیومد که نیومد. یادت باشه که قرار مهمی داری. این آدمی که میاد اینجا احتمالاً مقدمات سفر رو برات جور میکنه. هایکه پدرش در اومد تا از این واسطه به آن واسطه یارو رو پیدا کنه. هایکه واقعا لطف کرده و از این حرفا. من برمیگردم. یادت باشه چی بهت گفتم امیر. وقتی برگشتم دیگه بر نمیگردم که دیگران فکر کنن من برگشت ناپذیر بودم. خودت فهمیدی چی گفتی؟ بعضی آدم‌ها برمیگشتند. باران هنوز نم نم میبارید و بعضی‌ها برمیگشتند. من از چترشان میفهمیدم که خودشان هستند که برمیگردند. گاهی هم از چترشان و سگشان. 2 تا نشانی از 1 نفر دقیق در خاطر میماند. علم آمار میگوید جای شک نیست. ما سیاسی کارها با آمار بو میکشیم. مثلا آن پیرزنی که 1 پاش کوتاه است اگر زیر رگبار نمیخواست بدود باز هم موقع برگشتن میشد فهمید که خودش است. پالتو قهوه‌ای پوشیده بود و 1 زنبیل حصیری انداخته بود به ساعدش. پای کوتاهش مثل پیستون ماشین می آمد بیرون و برمیگشت. خیلی هم سعی میکرد طبیعی جلوه کند اما طرح اندامش نیم چرخی میخورد و دوباره صاف میشد. این همه آدم با چتر و بی چتر می آیند و می روند اما ایرج خان تو را نمی بینم. گیاهخوار گفت ایرج خان رو نمی بینم. مثل اینکه تشریف ندارن. کجا هستن؟ پدر 1 جفت گیلاس از درخت چید، با نوک انگشت ها پاکشان کرد و جفتی در دهنش گذاشت. ایرج رو میفرماید؟ سرطان گرفت و مرحوم شد. پدر با ریش کهنه و کودن به نظر می آمد. چهرهش کدر می شد. کمی هم خرفت. کت و شلوار تمیز و اتو خورده‌ای به تن داشت اما ریش بهش نمی آمد. کراوات را گذاشته بود کنار و اصلاً براق نبود. باز هم گیلاس خورد و گفت بله مرحوم شد. عجب، خدا رحمت کنه. خبر نداشتم وگرنه مجلس خط می اومدم. یا تسلیتی توی روزنامه. مجلس نگرفتیم. خیلی بی سر و صدا. و 2 تا گیلاس قرمز جفتی برای آن عاقل مرد کوچولو چید
که گیاهخوار بود و چشمهای عیبناک ماتی داشت. انگار لایه‌ای پیه روی چشمهاش نشسته که دیگر برق نزند. هیچ وقت اسمش را نفهمیدم. من و سعید آن روز پای منقل بودیم که بساط کباب را علم کنیم تا به این مهمان پدر خوش بگذرد. از بازاری‌های اهل سیاست بود. پدر بهش شک داشت، اما مجبور شده بود که او را به باغ میگون بیاورد. سعید زغال میریخت و من باد میزدم. پدر گفت کوبیده رو باز حسابی چنگ بزنید که روی آتیش از سیخ نریزه. سعید گفت اگه ریخ من اسممو عوض میکنم. وقتی کباب حاضر شد آن مرد کوچولوی گیاهخوار لب به کباب نزد. سبزی را مشت میکرد، لای نان میپیچید و در دهنش میگذاشت. صداش شبیه به اردک بود، اردکی که سرما خورده باشد. من نمیتونم لب به گوش بزنم، از دود کباب استفاده میکنم. و خودش چنان قهقه زد که مجبور شد یک پاش را بلند کند. پدر لقمه‌ای برای خودش گرفت و نگاهش کرد. این همه کباب رو به خاطر شما را انداختیم. گوشت بره تازه است. قصابه جلوی خودم بره رو کشت. وقتی گوشت رو پیچید توی روزنامه هنوز گرم بود. حیف نیست شما میل نفرمایید. عرض کردم من گیاهخواری میکنم. لقمه دیگری گرفت با سبزیجات بیشتر و با آن چشمهای عیبناکش همه جا را میپایید. آقا مجید و آقا سعید اینجا چه میکنن؟ لابد تعطیلات رو در هوای آزاد با مطالعه و تحقیق و... نخیر، یکی دو روز پیش اومدن ساختمون رو رنگ بزنن. مدت ها بود که به اوضاع ساختمون رسیدگی نکرده بودیم. یکی دو ماه بود که پدر شبانه ما را به باغ میگون برده بود تا در بگیرها و جنجالها نباشیم. مامان چشمهاش را ریز کرد و دندانهاش را به هم سابید. اگه یه مو از سر این بچه ها کم بشه اسد، خودت میدونی. و بعد انگشت سبابش را جلوی صورت اسد تکان داد. وای به حالت اگه خون از دماغشون بیاد. اسد روی پتو جای پدر نشسته بود، دستهاش را به همدیگر چفت کرده بود و با هر دو انگشت شست به ریشها ور می رفت. توی خانواده ما ننگه که یکی منافق باشه. نوکر بیجیر و مواجب مسعود رجوی، یکی کمونیست وابسته به شوروی که عکس و کتاب استالین تو اتاقش پیدا میشه. تو صدر اسلام هم همین جور بود. عده‌ای از افراد به دامن اسلام پناه آوردن، اما بچه هاشون بت پرست و کافر باقی موندن. برعکسش هم بود البته، که همین چیزا باعث شد خانواده ها شقه شدن. مامان گفت لازم نیست بر من نطق کنی. خودت هم حلقه به گوش خمینی شدی. پدر ساکت بود و در اتاق قدم میزد. از وقتی با خمینی ملاقات کرده بود در انبوه ریش و یقه بسته شده آرام گرفته بود، یا شاید از وقتی نماینده مجلس شده بود در لاک سردی فرو رفته بود که انگار او نبوده که سالیان سال کمپانیش را در سال روز انقلاب شاه و ملت آذین میبسته، کراوات پیرگاردین میزده و در روزنامه ها آگهی تبریک چاپ میکرده. یادش رفته بود که شق و رق در بین کارکنانش راه میرفت تا بهش سلام کنند. آن وقت یک سکه پهلوی میگذاشت کف دستشان و لبخندی میزد. همه چی مرتبه؟ و حتی منتظر جواب نمیماند و میگذشت تا به نفر بعدی برسد. حتما همه چیز مرتب بود. بله، همه چیز مرتب بود. می توانست برود توی دفترش بنشیند تا سران بازار به دیدارش بیایند، گل و شیرنی بیاورند، چای و شربت بنوشند. عکاس خبر می کرد که چند تایی بیاندازد برای یادگار یا ثبت در تاریخ. بعد همگی راه می افتادند که صحنه گلباران مجسمه شاه را
به وسیله اصناف در استادیوم امجدیه تماشا کنند. آن شب وقتی به خانه برگشت چشمهاش از انگشتری الماسش براق‌تر بود. روی آن مبل همیشگی نشست و پای راستش را انداخت روی پای چپ و با دست آن را گرفت که هیجان از پاهاش بیرون نزند. فقط من بودم و 5-6 نفر از سران بازار. شام رو با آقای اسدالله علم وزیر دربار خوردیم. اگر رقبا سوسه نیان یه شام خصوصی هم با شاه میخوریم. آقای علم قولشو داده. چه مرد نازنینی. و با شعف کودکانه ای انسی را که کنار مبل ایستاده بود توی بغلش کشید و چند بار ماچش کرد. یادش رفته بود. حالا دیگر کمتر حرف میزد و آنقدر ساکت شده بود که آدم خیال میکرد دارد به چیزی فکر میکند یا انگار چیزی توی ملاجش خورده. در طول اتاق میرفت و برمیگشت و گاهی تک جمله‌ای میپراند، یعنی که حرف آخر اسد روی پتو جای پدر نشسته بود. گفت راجب حضرت امام همه دنیا دارن اعتراف میکنن که چه شخصیتیه. مامان تند و صریح زد توی ذوقش. همه دنیا غلط میکنن. این امام تو هرچی هست دستش به خون ایرج من آلوده است. و دسته روزنامه ها را به طرفش پرت کرد. بیا خودت نگاه کن. ببین هر شب چند نفر رو اعدام میکنن. ببین هر شب چند مادر بدبخت مثل من داغدار میشن. اینا دستپخت بنی صدر و منافقین مامان. نتیجهش هم خیلی گرون تموم میشه. هم برای ما هم برای خودشون. هر انقلابی ضد انقلابش هم داره. طبیعیه. شما خیال میکنید وقتی ما توی دهن آمریکا میزنیم آمریکا آروم میشینه؟ همه این گروه ها آمریکایی هن، نوکرن، ضد انقلابن. فقط شما راست میگید. اگر راست میگی پس چرا آدم میکشید؟ و صداش میلرزید. اینا بیان بمب بذارن و ما دست روی دست تماشا کنیم. اینا کم فتنه نکردن. توی همین بمبگذاری اخیر 72 تن از یاران امام تیکه پاره شدن ماما. کمی هم بغض کرده بود و انگار میخواست مظلومیت کشتگان را یک جا به نمایش درآورد. سرش را رها کرده بود روی شانه راست با نم اشکی در چشمهاش. هیچ کدوم از این شهدا اصلا قابل شناسایی نبودن. مگه اونا خانواده نداشتن؟ مگه این افراد مخلص که شب و روز در خدمت جنگ و انقلاب بودن چه گناهی داشتن؟ به ای ذنب قتلت. خیلی خوب، لازم نیست برای من علبی بلغور کنی. مگه همین خمینی نگفت مارکسیست آزادن؟ اجازه بده مامان. حضرت امام فرمودن مارکسیستا حق ابراز عقیده دارن، اما نفرمودن بمبگذارا و سارقین مسلح و خرابکارا هم آزادن. مگه ایرج من کار مسلحانه کرده بود؟ سکوت شد. چنان سکوت سنگینی در اتاق پذیرایی سایه انداخت که شاید حتی مامان هم دلش نمیخواست این سکوت بشکند. شاید آرزو میکرد دنیا با همین شکل و با همین آخرین سؤال به پایان برسد. عاقبت پدر با چند سرفه مداخله کرد. این بحثای شما هیچ نتیجه‌ای نره. پیش از اینکه بحث ما به اهانت ختم شه باید اونو بست. حق با توست پدر. اسد موجود مرموز و ترسناکی شده بود. یک پاش جماران بود، یک پاش سپاه پاسداران، یک پاش زندان اوین، یک پاش وزارت اطلاعات. مثل 8 پای عظیمی در مهمترین ارکان مملکت فرو رفته بود و حالا دیگر جوهره نظام بود. من و سعید شمرده بودیم. 17 مقام مهم داشت. با این همه گرفتاری که از این جلسه میرفت به آن جلسه، اما آرامش حیرت انگیزی هم داشت. سر صبر 4 تا پرتقال پوست کنده بود و خورده بود. اگر ساعتها حرف میزدیم
او فقط گوش میداد و با دهن در ری میگفت خیلی خوب، من الان قرار مهمی دارم، باید برم. تاکیواکی هم داشت که صدای خرخر و خشخش سرسام آورش اعصاب همه ما را خراب کرده بود. مدتها بود که از اسد فاصله گرفته بودیم و حالت قهر داشتیم. گاهی که به آنجا می آمد با واسطه مامان حرفش را به ما می زد. حالا که نمیخوان در خدمت انقلاب باشن، چرا وارد بازار نمیشن که از سیاست دور باشن؟ سعید گفت بازار رو بخشیدیم به شما و آقا داوود. درس اقتصاد خوندن ولی نمیخوان ازش استفاده کنن. مهم نیست. مثلا مجید در شرایط حساس و خطرناک فعلی چرا نمیره عضو یه سازمان مثل فداییان اکثریت بشه که هم مارکسیست باشه و هم نظرش آزادانه بگه؟ من که در تمام مدت ساکت نشسته بودم گفتم من چپم آقا، برم با اکثریت. به قول توده‌ای‌ها چپ اما در خدمت آمریکا. هرچی باشه از انقلاب سربسته که بهتره. حتی توده‌ای‌ها هم که کمونیست قدیمی‌اند با هم از همه احزاب قوی‌ترن. آمدن در خدمت انقلاب و دارن گروهک‌های معاند رو معرفی میکنن. چی خیال کردید؟ دنیا داره به انقلاب اسلامی تسلیم میشه. سعید رو به مامان گفت ما که نمیخوایم توده‌ای بشیم دم کیو باید ببینیم. اسد گفت گوش کن مامان، ببین من کجای حرفم اشتباهه. مصاحبه آقای لاجوردی را که خونده، بره اعلام کنه که اکثریتیه و قال قضیه رو بکنه، ما رو هم به زحمت نندازه. مامان به من نگاه کرد. خب برو اکثریت مامان، اصلا دوتاییت هم برید، هم تو هم سعید. اگه نظر منو بخواید فدایان اکثریت از همه این گروه ها اسم و رسمدارتره. من و سعید زدیم زیر خنده. پدر داشت قدم میزد، یک بار ایستاد و به مامان خیره شد. بانو شام ما رو بده بریم بخوابیم. اسد از کیفش روزنامه‌ای بیرون آورد و بی توجه شروع کرد به خواندن. لاجوردی دادستان انقلاب در مورد اعدام سعید سلطانپور گفت که او در چندین قتل شرکت داشته و جنایات فجیعی در کردستان مرتکب شده و رهبر چریک‌های فدایی اقلیت بوده. یکی از خبرنگاران سوال کرد مگر فرخ نگهدار نیز در کردستان علیه دولت جمهوری اسلامی نمی جنگیده؟ پس چرا وی اکنون آزادانه حتی به بحث آزاد می رود ولی سعید سلطانپور به خاطر همان اتهامات اعدام می گردد؟ لاجوردی در پاسخ گفت چون قبلا اعلام کرده بودیم که هر کس یا هر گروهی توبه کند و بخواهد مبارزه سیاسی بکند آزاد است. سازمان فدایان اکثریت نیز یکی از این گروه ها بود که به موقع توبه و اعلام کرد که در خط مشی مسلحانه به بنبست رسیده است. از این صریح‌تر پدر بیتاب شده بود. بانو اگه شام ما رو نمیدی بریم بخوابیم، صبح باید بریم مجلس. پرونده سنگینی دارن، اگه گیر بیفتن کاری از من و پدر ساخته نیست. اعدام روی شاخشونه. آقای گیلانی به من توصیه کردن که با برادرای کافرم قطع رابطه کنم. ایشان گه خورده با تو هر دو. اسد داد کشید. مامان! زهر مار. سکوت شد و بعد مامان ادامه داد. الهی مادر، آب خوش از گلوش پایین نره، کسی که داره جوونا رو به نیستی میکشه. الهی همشون داغدار بشن. اسد از جاش بلند شد. استغفرالله مامان! اینا به بچهای خودشونم رحم نکردن. مگه گیلانی نبود که پسر خودش هم اعدام کرد؟ مگه ره شهری نبود؟ اینا اصلا انسان نیستن. اون وقت برای دیگری نسخه هم میپیچن که چنین کن و چنان کن. من جلوی شما با این دوتا اتمام حجت کردم. فعلا چند روزی برم باغ میگون، کمی فکر کنن تا ببینیم چی میشه.
مامان که داشت میرفت شام بکشد گفت: همین که گفتم، هنوز کین ایرج توی سینم باقیه. آن شب پدر ما را به باغ میگون رساند و ما آنجا با رادیو دو موج مامان BBC و صدای آمریکا گوش می کردیم. پیامد انفجار حزب جمهوری اسلامی که بیش از 100 کشته به جا گذاشته بود، اعدام هر روزه دادستانی انقلاب که دست دست سران سازمانهای سیاسی را می‌گذاشتند سینه دیوار، حمله سنگین قوای ایران به مواضع مهم عراق، حمله هوایی عراق به چند شهر ایران که روزی چند نوبت با آژیر سفید و قرمز می‌فهمیدیم خطر جدی است. شایعات فرار بنی سعد و رجوی از ایران که بعد از چند روز تأیید شد و از اخبار ساعت 2 رادیو به سمع امت قهرمان پرور رسید و هزاران خبر دیگر که ما را در وحشت دائم نگه می داشت. از صبح که بیدار می شدیم عزا می گرفتیم چجوری روز را به شب برسانیم و شب عزا می گرفتیم که چجوری بخوابیم. با رادیو ور می رفتیم از این موج به آن موج، آهنگ‌های اسپانیایی و روسی گوش می‌کردیم، از بی‌حوصلگی به خواب می‌رفتیم و همیشه یک سیانور زیر زبانمان بود. گیاهخوار تمام سبزی‌ها را خورده بود. پدر دیس را برداشت و رفت که از توی یخچال سبزی بیاورد. من و سعید مشغول کباب درست کردن بودیم و گاهی لقمه‌ای می‌گذاشتیم توی دهانمان. گیاهخوار گفت: شما دوتا آقازاده مجردید یا متعهد؟ سعید گفت: مجرد هستیم. چرا زن نمیگیرید؟ سعید خندید. خنده‌هاش شبیه پدر بود ولی سبیل سیاهش او را کمی شبیه به من میکرد. نگاهی زیر چشمی به من انداخت و خندید، یعنی که این یارو خیلی مشنگ است. گیاهخوار گفت: از نعمتهای خدا استفاده کنید. خدا زن رو برای تمتع مرد آفریده. و ما هر دو زدیم زیر خنده. گیاهخوار هم خندید ولی جلوی خودش را گرفت و گفت: جوونایی به این خوش‌سیمایی، حیف نیست که شبا در آغوش زن محبوبتون نخوابی؟ سعید همین جور که میخندید گفت: حیف که هست حاج آقا، ولی ما انقدر رنگکاری داریم که به این مسائل نمیرسیم. پدر سریعا برگشت. از همان میانه راه گفت: به چی میخندی؟ داشتم به آقازاده ها از تجربیات زندگی میگفتم. سعید گفت: پدر، این حاج آقا از مردان با تجربه است. پدر اخم کرد و با صدای آرامی گفت: بله، حاج آقا از مردای نیک روزگاره. یک کمی هم پنیر توی یخچال بود. و بشقاب پنیر را جلوی گیاهخوار گذاشت. نخیر، من از مریدان حضرت ابوی شما هستم. در جوانی از مریدان حضرت حاج صادق امانی و حضرت نواب صفوی بودم. یک زمانی هم زندانی سیاسی بودم. گیاهخوار از خوردن نان و سبزی سیر نمیشد. گفت: خب آقازاده، رنگکاری تموم شده یا ادامه داره؟ پدر گفت: حیف که از این کباب تازه میل نفرمودید. بنده از همین سبزیجات میخورم. به به، چه پنیری! کباب فقط کوبیده. خب آقازاده، تحصیلات رو تا کجا ادامه دادید؟ سعید گفت: من سال اول هستم، مجید سال دوم. و همین جور که کباب را باد میزد ادامه داد: من مهندسی مکانیک میخونم. مجیدم مدیریت بازرگانی. دانشگاه که تعطیل است. پدر گفت: بله، انقلاب فرهنگیه. حضرت امام دستور دادن دانشگاه تعطیل باشه. و قهرآلود به ما نگاه میکرد. بچه‌ها داغ داغ بخورید که تا فردا باید کار رو تموم کنید. آخرین سیخ‌های کباب را از روی منقل برداشتم و گذاشتم توی دیس
گیاهخوار با دقت به صورتم نگاه کرد و گفت: شما هم در انقلاب فرهنگی فعال بودید؟ پدر گفت: بله، در واقع همه ما فعال بودیم. باید دانشگاه‌ها رو از لوث گروهک‌های سیاسی و سیاست بازی پاک می‌کردیم. می‌بینم همچنان عاشق آقازاده‌ها هستید. یادم هست همیشه وصف آقازاده‌ها رو از شما میشنیدم. چه میشود کرد؟ 3 روز بعد مأموران کمیته ریختند توی باغ و ما شبانه زدیم به کوه. سعید به بغداد رفت و من مدتی در خانه ناصر ناصری ماندم و بعد به شوروی فرار کردم. هیچ وقت هم فرصت نشد که از پدر بپرسم آن مرد کوچولوی گیاهخوار که بود، تا اینکه او را در یک گتوی پناهندگی در شوروی دیدم. با روس‌ها دمخور بود و مثل بلبل روسی حرف میزد. من اول خیال کردم یکی از آنهاست، بعد که دقت کردم دیدم خودش است. تازه آمده بود و داشت برای خودش میچرخید. گفتم: آقای نمیدونم چی، منو یادتون هست؟ مثل اردک سرماخورده گفت: بله جانم. هنوزم گوشت نمیخورید؟ گیاهخوارید؟ جانم نمیفهمم. و دستش را کاسه گوشش کرد. پدر من یادتون هست؟ اون روز توی باغ. به جا نمیارم. به تخمم. مثل اردک گفت: عجب عجب. به آقای توبیاس واگنر گفتم: سگها اینجا عجیب شبیه صاحبشان میشوند. گفت: ما آلمانیا خودمون قبلا این موضوع رو کشف کرده بودیم. زمان که میگذرد کمی سگها شبیه صاحبشان میشوند، کمی هم صاحبها به سگهاشان شباهت پیدا میکنند. همسایه روبروی ما در کلن پیرزنی بود که موهای بیرنگش را پف میداد و یک چتری برجسته هم میگذاشت. مثل سگش بود، سفید و با موهای پف کرده که چترش چرخ میخورد و میآمد روی چشمهایش. اما همسایه طبقه پایین من یک شیانلوی سیاه داشت که شبیه زنش بود. به مهمانهای من پارس میکرد. یک بار هم به رویای ناصری تف کرد. آشغالها و کاغذ پاره های دم در را جمع میکرد و میریخت توی صندوق پستی من. وقتی صندوق را باز میکردم نامه‌هام را بر میداشتم، آشغالها را میریختم روی زمین و همین که از پله ها بالا میرفتم پارس میکرد. حتی به صدای آکاردئون عبدالناصر هم پارس میکرد. وسواسی بود. روزی 3 بار پله ها را می شست. بعضی وقتها یک سطل آب و یک کهنه می آورد دم در. ته کفش بچه هاش را می شست و می فرستادشان تو. هیکل درشت و توپری داشت، اما صورتش پر از جوش و غده های چربی بود. کمی هم دهنش کج بود. هفته‌ای 3 شیشه ودکا می خرید و من از شیشه های خالی که روزهای شنبه می انداخت توی سطل شیشه ها میفهمیدم هفته‌ای 3 شیشه ودکا می نوشد. بعدها فهمیدم که برای شوهرش میخرد و آنقدر به خوردش میدهد که مستش کند و پای تلویزیون بخواباندش و بزند به چاک. همیشه هم RTL سوئی میدیدند. از صدای تلویزیون میفهمیدم چه میبینند. آخرهای شب آرایش میکرد، عطر میزد و بی صدا از پله ها پایین میخزید و میپیچید توی خانه آن کولی اسپانیایی سیبیل کلفت. دمدمای صبح با سر و روی ژولیده ترسان از پله ها بالا میآمد. یک شب کلیدش را جا گذاشته بود. زنگ خانه مرا زد. از خواب پریدم و سراسیمه به راهرو رفتم. خیال کردم تروریست ها ریختند. نمیدانستم چه کنم. از پنجره که خم شدم دیدم زنی که زیر طاقی ایستاده. گفتم: چرا زنگ خونه خودتو نمیزنی؟ بچه هم خوابن. کلیدم و جا گذاشتم. میخواستی جا نذاری. و برگشتم که بروم بخوابم. هوا بارانی بود. باران و طوفان توأمان. باز زنگ زد. گوشی را برداشتم و گفتم: بار آخرت باشه وگرنه پلیس خبر میکنم.
صبح که به شوهرش گفتم با تعجب نگاهم کرد. زن من؟ آره، دیشب ساعت 4 صبح. اشتباه میکنی. زن من دیشب پیش خودم خوابیده بود. لابد در رو برای زن دیگه ای باز کردی. سگش را سوار ماشینش کرد و بی خداحافظی رفت. سگش شبیه زنش بود. زمان که می‌گذرد کمی سگ‌ها شبیه صاحبانشان می‌شوند، کمی هم صاحب‌ها به سگ‌هاشان شباهت پیدا می‌کنند. بعد وقتی نگاه می‌کنی که دارند توی خیابان راه می‌روند یا جلوی چراغ راهنما هر دو منتظرند تا چراغ سبز شود، می‌فهمی که یکیشان دمش را تکان می‌دهد، یکیشان هم به این طرف و آن طرف نگاه می‌کند که ببیند دنیا چه خبر است. چراغ که سبز شد در برابر رج ماشین‌های ایستاده جوری می‌گذرند که انگار تمام دنیا مال آن دو نفر است، مال یک پیرزن با موهای بیرنگ و چتری پف کرده و یک سگ با موهای فرخورده تمیز که دستمال ابریشمی قرمزی هم دور گردنش بسته شده. دنیا مال آنهاست که با آرامش بگذرند، به هیچ کس هم ربطی ندارد که آن سگ شبیه صاحبش باشد. گیاهخوار گفت بذار ببینم کدومشون به جناب عالی شبیه، و با دقت خیره چهره ما شد. من و سعید آن روز تلاش می کردیم که به این مهمان پدر خوش بگذرد. از بازاری های اهل سیاست بود. پدر بهش شک داشت اما مجبور شده بود. سالها بعد در آلمان فهمیدم که پدر یک فهرست 2000 نفره کمونیست دو آتشه از او خریده بود که اسم من هم جزوش بود. اوه، داشت یادم میرفت. امروز صبح یک فنیک پیدا کردم و گذاشتمش توی جیبم. امروز روز خوشبختی من است. پیرزنهای آلمانی میگویند اگر آدم یک فنیک پیدا کند و آن را بردارد و در کیفش بگذارد آن روز شانس میآورد. امروز من شانس میآورم. امروز روز خوشبختی من است. لابد چیفتن یادش میرود بیاید در اتاقم را باز کند و بگوید مجید قورباغه امروز روز خوشبختی من است. کسی میآید، کسی دیگر، کسی بهتر، کسی که مثل هیچ کس نیست، مثل پدر نیست، مثل انسی نیست. من خواب دیدم که کسی میآید. چقدر این شعر فروغ را دوست داشتی ایرج، یادت هست؟ نوار یک دور کامل گشته بود و هایده داشت میخواند طوفان و برف و باران در هم دویده بود. بر آن سیاهی دانه‌های درشت و آبدار برف پیچ می‌خورد، کمانه می‌کرد، لوله می‌شد و می‌چسبید به شیشه ماشین. مثل پر مرغ صفحه مانیتور را می‌گرفت و من حالم داشت بد می‌شد. عجب راه طولانی شد. تا مرز چقدر راه است؟ چطور؟ هر چقدر جلوتر میریم هوا طوفانی‌تر میشه. منظور خاصی نداشتم. مهدوی با لحن آرامتری گفت سیواس میخوابیم و فردا را میافتیم. بقیه حرفا بمونه برای بعد. خسته‌ای بگی بخواب. اتوبان شلوغ شده بود و تابلو سیواس مدام تکرار میشد که هنوز 70 کیلومتر مانده بود. چند سال بود مسافرت نرفته بودم. حالا از این به بعد همش برو مسافرت. اصفهان، شیراز، تبریز، آبادان، یزد، هر جا دلت خواست. فکر کنم مدتی باید ایرانو بگردی. ببینم چند ساله که ایرانو ندیدی؟ 13 سال. خیلی خوشحالی نه؟ نمیدونم. الان حال خودمو نمیفهمم. چه احساسی داری؟ هیچی. زندگی از دید من دیگر معنایی نداشت. نه چیزی خوشحالم میکرد، نه از چیزی غمگین میشدم. تنها فکری که مدام در ذهنم روشن و خاموش میشد این سوال بود که چه سرنوشتی در انتظار من است. آیا مامان باز هم جلوی اسد سینه سپر میکند که مرا
پشت دستهای از هم گشودش پناه دهد. آیا عظمت و قدرت آن روزها که تو را تیرباران کرده بودند هنوز در مامان هست؟ چرا هرچه می رویم نمی رسیم؟ چرا انقدر دور است؟ نمیدانم آیا بعد از 13 سال مرا می شناسد؟ طاقت نمی آورم. می گویم سلام مامان. از صدا می فهمد که من پای تلفن که با یک الو می شناخت. الو مجید تویی؟ سلامت کو؟ کردم که. چطوری مامان؟ به موقع زنگ زدی مجید. داشتم میرفتم بیرون. خندیدم و خوشخوشک یاد آن سالها افتادم. کجا رفتی؟ لابد بازار کویتیا. بازار کویتیا هم کجا بود؟ دور دلم خوش بازار کویتیاست. داشتیم میرفتیم دیدن فریدون. مگه کجاست پدر؟ پدر نه، فریدون پسر انسی. خیال کردم پدر را میگوید. آها، فریدون دوم. و خندیدم. هنوز زنده است؟ او چه جورم، چه قدی، چه قامتی. حیف که پیشونی نداره. چه میدونم. خلاصه جزو بچهای استثنایی بوده، جهشی خونده و میره دانشگاه. هنوزم پیشونی بی پیشونی؟ آره مامان، همین بی پیشونی از ما پیشونی دارا پیشونی دارتره. جانوری شده. ولی انسی هنوزم که هنوزه تا اونو میبینه غش میکنه. احساس مادری بهش نداره. راستی انسی چطوره؟ چه عجب، یاد انسی کردی. کجاست اصلا؟ حالش خوبه؟ این انسی برفی من؟ مامان غمگین شد. آره هست، زنده است. یادت هست ازش آدم برفی درست کرده بودم؟ آره حیوونکی چقدر تب کرد. نمیدانم از کجا شروع شد، چرا از هم پاشیدیم و هر کداممان به نقطه پرتی پرتاب شدیم. چرا به این روز افتادیم؟ شاعر عینک تک استکانی همیشه میگفت تنها نکته مثبت انقلاب ما این بود که پته ریخت روی آب. همه چی عریان شد. اسلام، احزاب سیاسی و یه لشکر آدم مثل تو. شاید لازم بود چنین بلایی سرمون بیاد تا بفهمیم کی هستیم و اصلا چی میخوایم.